به نام خدا. سلام به همه شما دانش آموزان عزیز. پرندخت اسدی هستم، مدرس ریاضی و اینجا در پله به پله با ادامه آموزش مبحث کسر در خدمت شما هستم. توی سری قبلی ما با معکوس کسر آشنا شدیم. یاد گرفتیم برای اینکه معکوس یک کسر رو بسازیم تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که جای صورت و مخرج رو عوض کنیم. و اینکه یه نکته خیلی مهم این بود که عدد صفر معکوس نداره، چون وقتی که ما میخوایم معکوس عدد صفر رو بسازیم صفر میاد توی مخرج و کسرهایی که مخرجشون صفره غیر قابل قبول حساب میشن. حالا که معکوس کسر رو یاد گرفتیم بریم سراغ آخرین مباحث مفهوم کسر. میخوایم یه جمع‌بندی کلی داشته باشیم. بچه ها توی سری قبلی ما یاد گرفتیم که چطوری تقریب یک عدد رو به دست بیاریم. به عنوان مثال برای اینکه بفهمیم 4 و 3/7 بین کدوم دوتا عدد صحیح قرار داره اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که نگاه به کسرش بکنیم. چون کسرش یک کسر کوچکتر از واحده پس من دیگه با خیال راحت میتونم بگم که این عدد مخلوط بین عدد صحیح و عدد صحیح بعدیش قرار میگیره، یعنی بین 4 و 5 قرار میگیره. حتی روی محور اعداد هم خودشون نشون میده. برای اینکه تقریبش رو هم به دست بیاریم تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که اول نصف مخرج رو به دست بیاریم که اینجا مخرج 7 نصفش میشه 3.5. بعد بیایم نصف مخرج رو با صورت کسر مقایسه کنیم. چون صورت کسر از نصف مخرج کسر کوچکتره پس تقریب برابر با خود عدد صحیح میشه، یعنی عدد صحیح اینجا 4 تقریبش هم 4 میشه. این برای زمانی بود که قسمت کسری عدد مخلوط ما یک کسر کوچکتر از واحد بود. حالا اگر ما قسمت کسری یک کسر بزرگتر از واحد بود اون وقت باید چی کار کنیم؟ بریم یه چند نمونه حل کنیم. به عنوان مثال عدد مخلوط 2 و 5/4. بچه حالا که نگاه میکنم میبینم که قسمت کسری یک کسر بزرگتر از واحده، پس من نمیتونم از اون نکاتی که قبلا گفتم استفاده کنم. اون نکات برای زمانی بودن که کسر ما یک کسر کوچکتر از واحد بود. حالا چی کار کنم؟ 2 تا راه دارم. یکی این که بیام اول جایگاه 2 و 5/4 رو روی محور اعداد مشخص کنم و بعد اونجا تصمیم بگیرم که 2 و 5/4 بین کدوم دوتا عدد صحیح میفته و به کدوم عدد صحیح نزدیکتره، یا اینکه باید بیام اینو بازش کنم و تبدیلش کنم به یک کسر کوچکتر از واحد که توی قسمت بعدی اینو به شما درس میدم. اول بریم سراغ محور اعداد. میخوام جایگاه 2 و 5/4 رو روی محور اعداد مشخص کنم. یه نگاه به عدد صحیح میکنم. چون عدد صحیح 2 هست پس تقسیم بندی باید از 2 شروع بشه. اگر دقت کنید من قبلا میگفتم چون عدد صحیح 2 پس من باید بیام بین 2 و 3 رو تقسیم کنم، اما اینجا همچین حرفی رو نزدم. اینجا گفتم چون عدد صحیح 2 هست پس تقسیم بندی باید از 2 شروع بشه. تا کجا؟ تا جایی که احتیاجم باشه. یعنی من اومدم هم بین 2 و 3 رو تقسیم کردم هم بین 3 و 4. چرا؟ چون من اینجا دیگه یک کسر بزرگتر از واحد دارم، پس بعد از عدد 3 میفته، از یک واحد بیشتر میشه. من اونجایی که کسرهای کوچکتر از واحد بود مطمئن بودم که بین 2 و 3 میفته حتما. به خاطر همین میگفتم چون عدد صحیح 2 هست پس حتما باید بیام بین 2 و 3 رو تقسیم بندی کنم. اما اینجا من یک کسر بزرگتر از واحد دارم که بعد از عدد 3 میفته. کجا؟ نمیدونم، باید مشخص کنم. پس چون اینجا عدد صحیح 2 هست من میام از عدد 2 شروع میکنم به تقسیم بندی. بین اعداد رو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنم. چرا؟ چون اینجا مخرجم 4. پس بیام بین اعداد رو به 4 قسمت مساوی تقسیم کنم. حالا که اومدم بین اعداد رو به 4 قسمت مساوی تقسیم کردم میام نگاه به صورت میکنم. صورت 5، پس از 2 5 کمان میرم جلو. 1 کمان، 2 کمان، 3 کمان، 4 کمان، 5 کمان.
پنجمین کمان روی این خط قرمز افتاد، پس این میشه جایگاه 2 و 5/4 من که اگر دقت کنید 2 و 5/4 بین 3 و 4 قرار داره. به کدوم عدد نزدیکتره؟ احسن، به عدد 3 نزدیکتره. پس 2 و 5/4 تقریبا برابر با عدد 3 میشه. پس بچه ها دقت کنید وقتی که کسرتون کسر بزرگتر از واحد بود شما دیگه همینجوری نمیتونید برای خودتون تصمیم گیری کنید. اول باید بیاین جایگاهش رو روی محور اعداد مشخص کنید، بعد تعیین کنید که این عدد مخلوطتون بین کدوم دو تا عدد صحیح قرار داره و به کدوم نزدیکتره. خب این قسمت بنفش رنگ که جایگاه 2 و 5/4 هست، اگر بخوام طبق اون چیزهایی که قبلا یاد گرفتم براش عدد مخلوط بنویسم چه شکلی باید این کار رو انجام بدم؟ میگم برای اینکه بیام برای این خط بنفش رنگ عدد مخلوط بنویسم اول میرم سراغ عدد صحیحش. نزدیکترین عدد صحیح در سمت چپ چه عددیه؟ احسن، عدد 3 هست. حالا بین 3 و 4 به 4 قسمت مساوی تقسیم شده، پس مخرج کسرم باید 4 باشه. حالا از عدد 3 تا این خط بنفشنگ من به چند کمان احتیاج دارم؟ احسن، من به 1 کمان احتیاج دارم. پس اگر طبق اون چیزی که ما قبلا یاد گرفتیم بخوایم برای این خط بنفش رنگ عدد مخلوط بنویسیم میگیم 3 و 1/4. اما اگر صورت سوال از شما خواست که از عدد 2 شروع کنید به نوشتن، یعنی مبدأ شما عدد 2 باشه، دیگه باید ما تقسیم بندی رو از 2 شروع کنیم و عدد صحیح عدد مخلوطمون باید 2 باشه. اما اگر توی صورت سال هیچی از ما نخواست، ما اون چیزی که قبلا یاد گرفته بودیم رو استفاده میکنیم، یعنی 3 و 1/4 رو مینویسیم. ولی وقتی که خودش تعیین میکنه و میگه که از عدد 2 شروع کنید، شما دیگه باید تقسیم بندی رو از عدد 2 شروع کنید و عدد مخلوطتون رو بر اساس عدد 2 بنویسید. حالا بریم سراغ 1 و 13/7. چون که قسمت کسری من یک کسر بزرگتر از واحده، پس من دیگه نمیتونم تعیین کنم که 1 و 13/7 بین کدوم دوتا عدد صحیح قرار داره، مگر اینکه بیام روی محور اعداد نشونش بدم. خب چون عدد صحیح 1 هست، پس من تقسیم بندی رو از 1 شروع میکنم و میام بین اعداد رو به 7 قسمت مساوی تقسیم میکنم، چون مخرج کسرم 7. خب اومدم بین اعداد رو به 7 قسمت مساوی تقسیم کردم. بچه نیازی نیست که تا آخر رو شما به 7 قسمت مساوی تقسیم کنید. شما تا جایی که احتیاجتون هست، به عنوان مثال 1 و 13/7 بیشتر از 3 نمیره، پس من احتیاجی ندارم که بین 3 و 4 و 4 و 5 رو هم تقسیم کنم، تا جایی که احتیاجم هست. حالا برم سراغ صورت 13، پس من از عدد 1 13 کمان میرم جلوتر. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13مین کمان روی این خط قرمز افتاد، پس این میشه جایگاه 1 و 13/7 من. خب حالا که نگاه میکنم میبینم 1 و 13/7 بین دو عدد صحیح 2 و 3 قرار داره. به کدوم نزدیکتره؟ آفرین، به عدد 3 نزدیکتره. پس 1 و 13/7 تقریبا برابر با عدد 3 میشه. اما اگر من بخوام جایگاه این خط بنفش رنگ رو بر اساس اون چیزی که قبلا یاد گرفتم براش عدد مخلوط بنویسم، چی کار میکنم؟ میگم نزدیکترین عدد صحیح که در سمت چپ این خط بنفش رنگ قرار داره چه عددیه؟ آفرین، عدد 2. حالا بریم سراغ قسمت کسری. بین 2 و 3 به 7 قسمت مساوی تقسیم شده، پس مخرج کسرم 7 میشه. حالا از 2 تا این خط بنفش رنگ من به چند کمان احتیاج دارم؟ خب بیام بشمارم. 1 2 3 4
5 6. من به 6 کمان احتیاج دارم، بنابراین صورت کسرم عدد 6 میشه. پس اگر که صورت سوال هیچی به ما نگفت و فقط گفت که جایگاه این خط بنفش رنگ رو روی محور اعداد مشخص کنید، خب شما میید از نزدیکترین عدد صحیح در سمت چپ عدد مخلوطتون رو مینویسید. اما اگر که خود صورت سوال تأکید کرد که شما از عدد 1 شروع به تقسیم بندی کنید، دیگه باید عدد مخلوطتون رو بر اساس نقطه شروعتون که همون عدد 1 باشه بنویسید که اگر از نقطه 1 بخواید حسابش کنید میشه 1 و 13 هفتم. اگر از نقطه 2 بخواید حسابش کنید میشه 2 و 6 هفتم. بچه ها 1 و 13 هفتم هیچ فرقی با 2 و 6 هفتم نداره. همونطور که میبینید من اینجا علامت مساوی گذاشتم. این دوتا جایگاهشون روی محور اعداد دقیقاً یک جا میفته، با این تفاوت که برای نوشتن این خط بنفش رنگ من یه بار اومدم مبدأم رو 1 گرفتم شد 1 و 13 هفتم، یه بار اومدم مبدأم رو 2 گرفتم شد 2 و 6 هفتم. دیگه این بستگی به این داره که صورت سوال از من چی بخواد. حالا بریم سراغ این سوال. میگه عدد 1 و 11 پنجم بین دو عدد کامل نقطه چین و نقطه چین قرار دارد و به عدد نقطه چین نزدیکتر است. خب اول کار من به شما گفتم برای اینکه شما تشخیص بدید یک عدد مخلوط با یک کسر بزرگتر از واحد بین کدوم دو تا عدد صحیح قرار داره و تقریبا برابر با چه عددیه، شما دو راه دارید. یکی اینکه از محور اعداد استفاده کنید که توی قسمت قبلی من اینو کامل به شما آموزش دادم، یا اینکه بیاید این عدد مخلوطتون رو باز کنید. چه شکلی؟ بچه این 1 و 11 پنجم ما یاد گرفتیم که میتونیم اعداد مخلوط رو قسمت عدد صحیحش رو از کسرش جدا کنیم و بینشون به علاوه بنویسیم. یعنی بنویسم 1 به علاوه 11 پنجم. اومدم عدد صحیح رو از کسرش جدا کردم، بینشون به علاوه گذاشتم. حالا بریم سراغ این 11 پنجم. بچه این 11 پنجم یک کسر بزرگتر از واحده. اگر که من بخوام از تقسیم چکشی استفاده کنم، میتونم این 11 پنجم رو که یک کسر بزرگتر از واحد هست رو به یک عدد مخلوط تبدیل کنم، چون یاد گرفتیم تمام کسرهای بزرگتر از واحد رو میشه با استفاده از تقسیم چکشی تبدیل کرد به یک عدد مخلوط. خب اگر بیام این 11 پنجم رو با استفاده از تقسیم چکشی به یک عدد مخلوط تبدیل کنم، میشه عدد مخلوط 2 و 1 پنجم که پیدا کردن 2 و 1 پنجم یعنی استفاده از تقسیم چکشی رو به خودتون واگذار میکنم. خودتون بیاید 11 پنجم رو بندازید توی تقسیم چکشی و خواهید دید که 11 پنجم میشه عدد مخلوط 2 و 1 پنجم. حالا که فهمیدیم عدد مخلوط 11 پنجم میشه 2 و 1 پنجم، بیایم یه بار دیگه این قسمت رو بازنویسی کنیم. میگیم 1 به علاوه 11 پنجم. خب میام به جای این 11 پنجم همون عدد مخلوطش رو که 2 و 1 پنجم باشه می نویسم. یعنی اومدم 2 و 1 پنجم رو جایگذاری کردم با کسر بزرگتر از واحد خودش. حالا بچه ها این یک سر جای خودشه به علاوه 2 و 1 پنجم. اگر دقت کرده باشید این 2 و 1 پنجم یک عدد مخلوطه، یعنی من میتونم قسمت عدد صحیحش رو از کسرش جدا کنم و بینش چی بذارم؟ احسن، به علاوه بنویسم. پس این یک سر جای خودشه، به علاوه هم سر جای خودشه. میام این 2 و 1 پنجم رو یه بار دیگه باز میکنم، مینویسم 2 به علاوه 1 پنجم. پس اومدم 2 رو از کسرش جدا کردم، بینش هم به علاوه گذاشتم. حالا یکی با 2 تا میشه 3 تا. 3 به علاوه 1 پنجم، یعنی 1 و 2 رو با هم جمع میکنیم میشه 3، کسرم که خودشه. 3 به علاوه 1 پنجم. اینجا اومدم عدد صحیح رو از کسر جدا کردم، بینش به علاوه گذاشتم. حالا این ور میام دقیقا عکسش رو انجام میدم، یعنی 3 به علاوه 1 پنجم میتونم این به علاوه رو بردارم و این دوتا رو به هم بچسبونم، یعنی میشه 3 و 1 پنجم. 3 به علاوه 1 پنجم رو به صورت عدد مخلوط 3 و 1 پنجم نوشتم. بچه اومدم این عدد مخلوط
که دارای کسر بزرگتر از واحد بود رو باز کردم، روش یه چند تا عملیات انجام دادم و تبدیلش کردم به یه عدد مخلوط دیگه که دارای کسر کوچکتر از واحده. حالا که دارای کسر کوچکتر از واحده، دیگه راحت میتونم بگم بین کدوم دو تا عدد صحیح قرار داره. چون کسر کوچکتر از واحده، پس بین 3 و 4 قرار داره و به عدد 3 نزدیکتره، چون 1 از نصف مخرج کوچیکتره. این از روش دوم، یعنی شما میتونید زمانی که عدد مخلوطتون دارای یک کسر بزرگتر از واحد بود بیاید بازش کنید، کسر بزرگتر از واحدتون رو هم تبدیل به عدد مخلوط کنید، اون رو هم باز کنید و با هم جمع کنید، تهش میرسید به یک عدد مخلوط با یک کسر کوچکتر از واحد. چون که رسیدیم به یک عدد مخلوط با یک کسر کوچکتر از واحد، دیگه خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم که بین کدوم دوتا عدد صحیح قرار داره. نکاتشو قبلا کامل براتون توضیح دادم. این از روش دوم. حالا بیایم همین 1 و 11 پنجم رو روی محور اعداد نشون بدیم. خب چون اینجا عدد 1 هست، عدد صحیح این عدد مخلوط هم برابر با 1، باید تقسیم بندیم از 1 شروع بشه. بیام بین اعداد رو به 5 قسمت مساوی تقسیم کنم. چرا؟ چون مخرجم 5. خب اومدم از 1 به بعد بین اعداد رو به 5 قسمت مساوی تقسیم کردم. حالا برم سراغ صورت. صورت اینجا 11 هست، پس از عدد 1 11 کمان میرم جلوتر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11مین کمان روی این خط قرمز افتاد، بنابراین اینجا میشه جایگاه 1 و 11 پنجم من. حالا بچه‌ها این 1 و 11 پنجم رو اگر که بخوام این قسمت بنفش رنگ رو بر اساس اون چیزی که قبلا یاد گرفتم بنویسم، چه شکلی میشه؟ میگم نزدیکترین عدد صحیح در سمت چپ این خط بنفش رنگ 3 هست، پس اینجا باید 3 بنویسم. برای قسمت کسریشم بین 3 و 4 به 5 قسمت مساوی تقسیم شده، پس مخرج باید 5 باشه. از 3 تا این خط بنفش رنگ هم به 1 کمان احتیاج دارم، پس صورت باید 1 باشه. یعنی 1 و 11 پنجم برابر با 3 و 1 پنجم میشه. حتی روی محور اعداد هم خودشو نشون میده و من این 3 و 1 پنجم رو با روش دوم هم به دست آوردم. حالا اینجا قشنگ میفهمم که 1 و 11 پنجم یا همون 3 و 1 پنجم بین دو عدد کامل 3 و 4 قرار داره. به کدوم نزدیکتره؟ احسن، همینطور که چشمی بهش نگاه کنم میبینم که این خط بنفش رنگ به عدد 3 نزدیکتره. پس بچه‌ها وقتی که شما عدد مخلوطتون دارای کسر بزرگتر از واحد بود، یا بیاین روی محور اعداد نشونش بدید و اونجا تعیین کنید که بین کدوم دو تا عدد صحیح قرار داره، یا اینکه بیاید از روش دوم که اینجا به شما آموزش دادم استفاده کنید، عدد مخلوطتون رو باز کنید، تبدیلش کنید به یک عدد مخلوط با یک کسر کوچکتر از واحد، بعد تصمیم گیری کنید. نیایید اون عدد مخلوطی که دارای کسر بزرگتر از واحد هست رو سریع بیاید براش جایگاهش رو تعیین کنید، بگی خب این 1 و 11 پنجم بین عدد صحیح و یک عدد صحیح بعد. نه، تا زمانی که این کسر شما یک کسر کوچکتر از واحد نباشه شما حق انجام این کار رو ندارید. بریم سراغ سوال بعدی. 1 و 13 هفتم. میگه 1 و 13 هفتم بین دو عدد کامل نقطه چین و نقطه چین قرار دارد و به عدد نقطه چین نزدیکتر است. خب بیام از روش دوم استفاده کنم. این 1 و 13 هفتم یک عدد مخلوطه، اول بیام بازش کنم. میگم 1 به علاوه 13 هفتم، یعنی اومدم عدد صحیح رو از کسرش جدا کردم، بینش به علاوه گذاشتم. این 13 هفتم یک کسر بزرگتر از واحده، پس بیام با استفاده از تقسیم چکشی این رو تبدیل کنم به یه عدد مخلوط دیگه. 13 هفتم رو بندازید توی تقسیم چکشی، میرسید به عدد مخلوط 1 و 6 هفتم که این کار رو به شما واگذار میکنم. حالا بیام یه بار دیگه بنویسمش. 1 به علاوه 13 هفتم، 1 به علاوه به جای 13 هفتم جایگزینش رو که همین 1 و 6 هفتم باشه می نویسم. 1 به علاوه 6 هفتم. حالا
این یک سر جای خودشه، به علاوه هم که همینطور. حالا 1 و 6 هفتم یه عدد مخلوطه، میام اینجا هم این 1 رو از 6 هفتم جدا میکنم و بینش به علاوه میذارم، یعنی مینویسم 1 به علاوه 6 هفتم. حالا 1 با 1 که میشه 2 به علاوه 6 هفتم. اینجا میام عدد صحیح رو به کسر میچسبونم و این به علاوه رو از بین میبرم، یعنی 2 به علاوه 6 هفتم همون 2 و 6 هفتم میشه. پس اومدم 1 و 13 هفتم رو تبدیل کردم به عدد مخلوط 2 و 6 هفتم که یک عدد مخلوط با یک کسر کوچکتر از واحده. حالا بچه ها، حالا که این عدد مخلوط یک کسر کوچکتر از واحد داره، پس میتونم بگم که این عدد مخلوطم بین 2 و 3 قرار داره و به کدوم عدد نزدیکتره؟ خب نصف 7 میشه 3 و نیم، نصف مخرج شد 3 و نیم، 6 از 3 و نیم بزرگتره، پس تقریب من برابر میشه با عدد صحیح به علاوه 1، یعنی 2 به علاوه 1 میشه 3. پس 2 و 6 هفتم بین 2 و 3 قرار داره و به عدد 3 نزدیکتره. این از اون چیزی که قبلا یاد گرفتیم. حالا بریم همین 1 و 13 هفتم رو روی محور اعداد هم نشون بدیم. از عدد 1 که اینجاست میفهمم تقسیم بندی باید از عدد 1 شروع بشه و بین اعداد رو باید به 7 قسمت مساوی تقسیم کنم که اومدم قبلا همچین کاری رو انجام دادم. حالا از عدد 1 13 کمان میرم جلو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 همین کمان روی این خط قرمز افتاد، پس این میشه جایگاه 1 و 13 هفتم من. اگر که بخوام طبق اون چیزی که قبلا یاد گرفتم بنویسم چی کار میکنم؟ میگم این خط بنفش رنگ من دارم، نزدیکترین عدد صحیح که در سمت چپ این خط بنفش رنگ قرار داره چیه؟ احسن 2، پس عدد صحیح هم 2 میشه. حالا برم سراغ قسمت کسری. خط کسریم رو میکشم، بین 2 و 3 به 7 قسمت مساوی تقسیم شده، مخرج باید 7 باشه. حالا از 2 تا این خط بنفش رنگ من به 6 کمان احتیاج دارم، پس صورتم باید عدد 6 باشه. بنابراین بچه اگر که بخواید برای این خط بنفش رنگ عدد مخلوط بنویسید، اگر صورت سوال از شما خواست که از عدد 1 شروع کنید میشه 1 و 13 هفتم. اگر که نه هیچی نگفت یا گفت که از عدد 2 شروع کنید میشه 2 و 6 هفتم. این دوتا هم هیچ فرقی با هم ندارن، فقط نقطه شروعشون متفاوته. یعنی 2 و 6 هفتم من تقسیم بندی رو از 2 شروع کردم، 1 و 13 هفتم تقسیم بندی رو از عدد 1 شروع کردم. حالا طبق اون چیزی که به دست آوردم بیام این جای نقطه چین ها رو پر کنم. عدد 1 و 13 هفتم بین دو عدد کامله 2 و 3 قرار دارد. به کدوم عدد نزدیکتره؟ احسن، به عدد 3 نزدیکتره. پس این میشه روش این که شما بتونید اعداد مخلوطی که دارای کسرهای بزرگتر از واحد هستن رو تبدیل کنید به اعداد مخلوطی که کسرهای کوچکتر از واحد دارن. 1 و 13 هفتم همون 2 و 6 هفتمه. بعد از روی این 2 و 6 هفتم که دارای کسر کوچکتر از واحده، دیگه قشنگ و خیلی راحت میتونم تشخیص بدم که این عدد مخلوط بین کدوم دوتا عدد صحیح قرار داره و به کدوم یکی نزدیکتره. حالا بچه ها اینم یه مروری باشه از گذشته. 4 و 2 پنجم بین دو عدد کامله 4 و 5 قرار دارد، به عدد 4 هم نزدیکتره. اینجا 4 و 2 پنجم چون که دارای کسر کوچکتر از واحده، دیگه حتی احتیاجی به محور اعداد من ندارم. خیلی راحت میگم که این عدد مخلوط من بین عدد صحیح و یه عدد صحیح بعدی قرار داره، یعنی بین 4 و 5 قرار داره. به کدوم نزدیکتره؟ از همون روش هایی که ما توی تقریب یاد گرفتیم استفاده میکنیم. اول می اومدیم نصف مخرج رو به دست می آوردیم که 5 باشه، نصف مخرج میشه 2 و نیم، 2 از 2 و نیم کوچیکتره، پس تقریب میشه خود عدد صحیح که همون 4. اگر که بخوام جایگاه 4 و 2 پنجم رو هم روی محور اعداد مشخص کنم، میگم چون که عدد صحیح هم 4 و
کسرم هم یک کسر کوچکتر از واحده، پس 100% بین 4 و 5 میفته، بین عدد صحیح و یه عدد صحیح بعد. پس من میام فقط بین 4 و 5 رو تقسیم بندی کنم، نه بین 5 و 6 و 7 و 8 و بقیه اعداد. احتیاجی ندارم چون 100% بین 4 و 5 میفته. اما نقطه شروع هم باید عدد 4 باشه چون عدد صحیح 4. بین 4 و 5 رو به 5 قسمت مساوی تقسیم کردم. حالا از 4 که همون نقطه شروع من باشه 2 کمان رفتم جلو، به این نقطه رسیدم که این میشه جایگاه 4 و 2/5. حالا از روی محور اعداد میتونم تشخیص بدم که 4 و 2/5 بین 4 و 5 قرار داره و به عدد 4 نزدیک تره. حالا بریم سراغ این سوال. میگه اگر بین عدد 2 و 3 را به 5 قسمت مساوی تقسیم کنیم، عددهای مخلوط نقطه چین و نقطه چین و نقطه چین و نقطه چین به دست می آید. خب بیام بین 2 و 3 رو به 5 قسمت مساوی تقسیم کنم. بین 2 و 3 رو اومدم به 5 قسمت مساوی تقسیم کردم. حالا بیام برای تک تک این خطهای قرمز عدد مخلوط بنویسم. بریم سراغ اولی. برای این خط قرمز اولی وقتی که بخوام عدد مخلوط بنویسم چیکار کنم؟ آفرین، اول میرم سراغ عدد صحیحش. برای نوشتن عدد صحیح چیکار میکردیم؟ میومدیم نگاه به نزدیکترین عدد صحیح در سمت چپ میکردیم. اینجا نزدیکترین عدد صحیح در سمت چپ این خط قرمز 2 هست، پس عدد صحیح عدد مخلوط هم 2 میشه. برم سراغ قسمت کسری. بین 2 و 3 به 5 قسمت مساوی تقسیم شده، مخرج باید 5 باشه. حالا از 2 تا این خط قرمز من به 1 کمان احتیاج دارم، پس صورتم میشه 1 و عدد مخلوط این خط قرمز میشه 2 و 1/5. برم سراغ دومی. نزدیکترین عدد صحیح در سمت چپ این خط قرمز چنده؟ آفرین 2. حالا برم سراغ قسمت کسری. خط کسریم رو میکشم، بین 2 و 3 به 5 قسمت مساوی تقسیم شده، مخرج باید 5 باشه. از نقطه شروع یا همون 2 من میام چیکار میکنم؟ 2 کمان میکشم تا به این خط قرمز برسم، پس میشه 2 و 2/5. بریم سراغ بعدی. نزدیکترین عدد صحیح در سمت چپ بازم 2، پس اینجا عدد صحیح عدد مخلوط هم برابر با 2 میشه. برای قسمت کسریش هم بین 2 و 3 به 5 قسمت مساوی تقسیم شده، پس مخرج باید 5 باشه. حالا بیام سراغ صورت. از 2 تا این خط قرمز من به 3 کمان احتیاج دارم، بنابراین صورتم عدد 3 میشه. خط قرمز آخری هم نزدیکترین عدد صحیح در سمت چپ 2، پس عدد صحیح عدد مخلوط هم 2 میشه. خط کسریم رو میکشم، بین 2 و 3 به 5 قسمت مساوی تقسیم شده، مخرج باید 5 باشه. حالا برای رسیدن از 2 به این خط قرمز هم من به 4 کمان احتیاج دارم، بنابراین صورت باید عدد 4 باشه. پس جای نقطه چین ها چی باید بنویسم؟ میگه بین 2 و 3 رو به 5 قسمت مساوی تقسیم کنیم، چه اعداد مخلوطی به من میده؟ اولی 2 و 1/5، دومی 2 و 2/5، سومی 2 و 3/5 و چهارمی 2 و 4/5. همچین اعداد مخلوطی به دست میاد. حالا اگر که بخوام برای 2 و 3 هم عدد مخلوط بنویسم چی کار کنم؟ بچه‌ها ما اینجا نقطه شروعمون همون عدد 2 در نظر گرفتیم دیگه، پس بیام برای 2 عدد مخلوط بنویسم. خب چون من شروع تقسیم بندیم از عدد 2 و دارم اعداد مخلوط هم رو بر اساس عدد 2 می نویسم، پس عدد صحیحش باید 2 باشه. خط کسریم رو میکشم، بین 2 و 3 به 5 قسمت مساوی تقسیم شده، مخرج باید 5 باشه. چون 2 خودش نقطه شروعه، پس صورتش باید 0 باشه. حالا بیام این 2 و 0/5 رو از هم باز کنم، بنویسم 2 به علاوه 0/5. عدد صحیح رو از کسرش جدا کردم، بینشون به علاوه گذاشتم. حالا بچه همین 0/5 رو نگاه کنید. 0/5 یه کسری که صورتش 0. ما گفتیم کسری که صورتش 0 برابر با خود عدد 0 میشه. پس 2 به علاوه 0/5 در اصل میتونم بگم 2 به علاوه 0. 2 به علاوه 0 هم برابر با 2 میشه. این نکته رو قبلا گفتم، میخواستم یه بار دیگه تکرار کنم.
اعداد مخلوطی که دارای کسرهایی هستن که صورتشون صفر باشه بچه 100% برابر با خود عدد صحیح میشه. یعنی 2.05 چون قسمت کسریش یک کسریه که صورتش صفره، پس کل این عدد مخلوط برابر با عدد صحیح یا همون 2 میشه. حالا بیام برای 3 هم عدد مخلوط بنویسم. بچه‌ها باز هم دارم تاکید میکنم من نقطه شروعم عدد 2 هست. پس چون دارم تقسیم بندیم رو از 2 شروع میکنم، پس عدد صحیح عدد مخلوطم 2. قسمت کسریش چی؟ بین 2 و 3 به 5 قسمت مساوی تقسیم شده، پس مخرج باید 5 باشه. صورت هم از نقطه شروع یا همون 2 من به 5 کمان احتیاج دارم تا به 3 برسم، بنابراین صورت باید 5 باشه. 2 و 5 پنجم برابر است با، میام 2 و 5 پنجم رو از هم باز میکنم، می نویسم 2 به علاوه 5 پنجم، یعنی عدد صحیح رو از کسرش جدا میکنم، بینش به علاوه می نویسم. حالا این 5 پنجم رو یه نگاه بندازید. بچه این 5 پنجم یه کسریه که صورت و مخرجش با هم برابرن. کسرهایی هم که صورت و مخرجشون با هم برابرن، مهم نیست صورت و مخرج چی باشه، مهم اینه که با هم برابر باشه. برابر با عدد 1 میشه. 2 به علاوه 5 پنجم، 2 به علاوه 1، 2 به علاوه 1 هم برابر با 3 میشه. این نکته هم قبلا براتون گفتم و باز هم تکرار میکنم. اعداد مخلوطی که دارای کسرهایی هستند که صورت و مخرج با هم برابره، گفتم دیگه نگاه به کسر نکنید، بگید عدد صحیح به علاوه 1، 2 به علاوه 1، 2 به علاوه 1 چند میشه؟ احسن 3 میشه. یعنی همین عدد 3 رو هم من میتونم به صورت یه عدد مخلوط بنویسم و تقسیم بندیم هم از 2 شروع کنم. پس بچه‌ها دقت کنید، اعداد مخلوطی که دارای کسرهایی هستن که صورتشون برابر با صفره، برابر با خود عدد صحیح میشن. اینجا 2 0 5 دیگه کاری به کسر ندارم، میگم هر چی باشه جواب حتما برابر با خود عدد صحیح میشه. عدد صحیح 2، پس جواب کلی برابر با 2 میشه. از این ور اعداد مخلوطی که دارای کسرهایی هستن که صورت و مخرج با هم برابره، تهش میگیم برابر با عدد صحیح به علاوه 1 میشه. یعنی 2 به علاوه 1 میشه 3. اومدیم برای 2 و 3 هم اعداد مخلوط نوشتیم بر اساس عدد 2. حالا میخوایم برای این قسمت بنفش رنگ هم عدد مخلوط بنویسیم. خب بچه‌ها چون که نقطه شروع من عدد 2، پس بیام برای این هم عدد مخلوطم رو بر اساس عدد 2 بنویسم. چون میخوام عدد مخلوطم رو بر اساس عدد 2 بنویسم، پس قسمت عدد صحیح برابر با 2 میشه. برم سراغ قسمت کسری. بین 2 و 3 و بین 3 و 4 به 5 قسمت مساوی تقسیم شده، پس مخرج باید عدد 5 باشه. حالا از نقطه شروع یا همون 2 من به چند کمان احتیاج دارم تا به این خط بنفش رنگ برسم؟ باید بشمارم. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا. من به 6 کمان احتیاج دارم تا به این خط بنفش رنگ برسم. پس صورت من برابر با عدد 6 میشه. یعنی اگر که من بخوام برای این خط بنفش رنگ عدد مخلوط بنویسم و بر اساس عدد 2 بنویسمش، میشه 2 و 6 پنجم. نقطه شروع من عدد 2. حالا همین 2 و 6 پنجم رو بیایم بر اساس اون چیزی که یاد گرفتیم از هم باز کنیم. 2 به علاوه 6 پنجم، یعنی میایم 2 رو از کسر جدا میکنیم، بینش به علاوه مینویسیم. حالا این 6 پنجم یک کسر بزرگتر از واحده که اگر از تقسیم چکشی استفاده کنم میتونم تبدیلش کنم به عدد مخلوط 1 و 1 پنجم. حالا بچه‌ها 2 به علاوه 6 پنجم شده، من میام میگم 2 به علاوه به جای 6 پنجم عدد مخلوطش رو که همون 1 و 1 پنجم باشه می نویسم. 2 به علاوه 1 و 1 پنجم. اومدم به جای 6 پنجم عدد مخلوطش رو جایگذاری کردم. حالا همین عدد مخلوط رو هم میتونم از هم باز کنم. این 2 که سر جای خودشه، به علاوه هم که سر جای خودشه، میخوام این عدد مخلوط رو از هم باز کنم. 1 و 1 پنجم می نویسم 1 به علاوه 1 پنجم. عدد مخلوطم رو باز کردم و بین عدد صحیح و کسر به علاوه گذاشتم. حالا 2 و 1 که 3 میشه، 2 به علاوه 1 شد 3 به علاوه 1 پنجم.
3 به علاوه 1/5 رو هم میتونم به صورت عدد مخلوط 3 و 1/5 بنویسم. یعنی 2 و 6/5 رو اومدم تبدیل کردم به عدد مخلوط 3 و 1/5 که اگر بخوام یک عدد مخلوط برای این خط بنفش رنگ بنویسم به شرط این که نقطه شروعم عدد 3 باشه بچه عدد مخلوطش میشه 3 و 1/5. ولی اگر بخوام براش یه عدد مخلوطی بنویسم به شرط این که نقطه شروعش 2 باشه میشه 2 و 6/5. این دوتا هیچ فرقی با هم ندارن، با این تفاوت که نقطه شروع 2 و 6/5 از 2 بوده، نقطه شروع 3 و 1/5 از 3 بوده. این دوتا هیچ فرقی با هم ندارن، جایگاهشون روی محور اعداد دقیقاً یه جا میفته. پس این دیگه بستگی به صورت سوال داره که از ما بخواد وقتی که میخوایم برای این خط بنفش رنگ یک عدد مخلوط بنویسیم از کدوم نقطه شروع کنیم. اگر که صورت سوال از ما خواست که از نقطه 2 شروع کنیم جواب میشه 2 و 6/5. اگر که نه گفت از نقطه 3 شروع کنید جواب میشه 3 و 1/5.